و علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، شکر الله مهربان. خوب هستیم. از شما پرسیم شما چه حال دارید؟ خوب هستید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله بعد از 6 دقیقه درس را آغاز میکنیم. اگر از درس های پیشتر سوال باشد بسم الله سوال بدهید. تا درس نو را آغاز کردن وقت هست. بله، امروز در خانه هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر مهربان. اگر از درس های گذشته سوال باشد بسم الله سوال بدهید. اگر یکون جای نافهمه باشد بسم الله سوال بدهید. هم استاد به زبان عربی استاد می شود، استاذون، و به تاجیکی به فارسی ما ممکن استاد گفتن هم استاد گفتن ممکن است، چون این اصل کلمه عربی است. و علیکم السلام برادر. دفتر و قلم های خود را گرفته تیار بشوید. وظیفه خانگی را اجرا نمودید. وظیفه خانگی چی بود؟ تکرار کردن و حرفای اظهار را از خود کردن. حرفای اظهار همزه ه، عین، ح، غین، خا. باید شما این حرف ها را از خود کنید. برای خاطر که وقتی که شما قرآن میخوانید که این قاعده های تجوید را به عمل آوردن، باید حرف ها را در یادتان دارید. باید حرف ها را دانید. اگر حرف ها را ندانید هرگاه دفتر را گشودن لازم می شود. به همین سبب باید حرف ها را از یاد بکنید. بعد از 2 دقیقه درس را آغاز میکنیم تا که همه برادران پیوست شوند. بله، حرف ها را باید از خود کنید. این طریقه حمزه ها، بعد عین، ح، 2 تا به نقطه، بعد در آخر غین، خا، 2 تا با نقطه. این چنین باید حفظ کنید حرف ها را. 6 تا حرف خانگی: همزه ها، عین، ح، غین، خا. الحمدلله ما خوب هستیم برادر. انشالله حاضر درس را آغاز میکنیم. شما که در 2 درس امروز ما درس یکم را
اختصار کرده گذاشتیم. یعنی آن درسی که ما میگذاریم آن رو اختصار کرده در مدت 5-6 دقیقه تیار کرده گذاشتیم تا که دیگران استفاده ببرند. از آنجا میتونید استفاده برید. انشالله با پگاه دویم درس رو میگذاریم. همین درسایی که ما میگذاریم اختصار کرده در 5-6 دقیقه تیار کرده میگذاریم برای خاطری که تا دسترسی بسیاری ها شود، چون ما میدونیم که در تاجیکستان اینترنت ارزان نیست. به همین سبب کوتاه کرده گذاشتیم. مغز درس را جای اساسی را گذاشتیم تا دیگر برادران هم استفاده برند. شما هم به کانال نگاه بکنید. درس یکم تجوید گذاشتگی است، میتونید از آنجا استفاده برید. نوارش هست. نوارهایی که درسایی که ما گذاشتیم یکم دویم سیم هست است، ولیکن من آنها را اگرانیچه نموندم برای خاطر که صفتاشو پست است. اگر در کار شود میتونم سیلکه را حی کنم تا هر یکی شما اون را تماشا بکنید. برای خاطر که صفت پست بود نخواستم که در گذارم که همه تماشا بکنند و برای همه تماشا کردن از نو ثبت کرده درس را کوتاه کرده گذاشته میتونید از اون استفاده برید. علیکم السلام. سوال های بیرون از درس حوزه وقتی درس سر میشد. انشاءالله بعد از درس اگر وقت شود انجام میدهید. اینک وقت آمد، انشاءالله درس را آغاز میکنیم. چون به مثل هر دفعه پیش از درس یکی از حدیث ها که در باره فضیلت خواندن قرآن است، عمل کردن به قرآن است، انشاءالله به شما میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين برحمتك يا أرحم الراحمين. حدیث از جابر خداوند از او راضی باد روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن شفاعت میکند و شفاعت آن پذیرفته می شود. همچنین قرآن دفاع می نماید و سخنش تصدیق می شود. هر کسی قرآن را پشت سر خود قرار دهد، یعنی به آن توجه نکند، نه در خواندن و نه در عمل کردن، یعنی با قرآن زندگی نکند، او را به سوی قرآن او را به سوی دوزخ می کشاند. بار دیگر متن حدیث. این حدیث را در کتاب طبرانی آمده است. که قرآن شفاعت می کند، که روز قیامت قرآن شفاعت می کند و آن شخصی که آن را خواند و به آن عمل کرد، و این چنین به شخصی که آن را در حیات خواندن نتوانست، یعنی که آموختن نتوانست. چون ما میدونیم در دوره شوروی چون همه چیز منع بود که گذشتگان ما حتی نتونستند قرآن خوانی را آموزند، ولیکن بر آن عمل کردند، مهر و محبت به آن داشتند، گفته های قرآن را به جای آوردند. ان شاء الله قرآن بر آنها هم شفاعت میکند. دوام حدیث و شفاعت آن پذیرفته می شود، یعنی که به یگم شک و شبهه شفاعت قرآن پذیرفته می شود. همچنین قرآن دفاع می نماید، همچنین قرآن از خواننده‌اش دفاع می کند در روز قیامت و سخنش تصدیق می شود و سخن قرآن تصدیق می شود. این خداوند قبول می کند دفاعش را از برای اهل قرآن، اون کسی که به قرآن عمل میکرد. هر کسی قرآن را پشت سر خود گذاشت، یعنی که هر کسی که توجه به قرآن نکرد، نه به خواندن توجه کرد، نه در زیستن، یعنی زندگی کرد، زندگی خود را این چنین گذران که قرآن مخالف آن است، یعنی که به من کردگان، به گناهان دست زد، به عبادت هایی که
خداوند گفته است عمل نکرد، قرآن در روز قیامت بر ضد چنین شخصا قرآن در روز قیامت چه میکرده است؟ همین شخصان را به دوزخ میکشیده میبرده است. و بدانید که کسی را که قرآن به سوی دوزخ کشد هیچ نجات نیست. برای همین برادران و خواهران عزیز، در حیات ما باید قرآن را بخوانیم، با آن عمل بکنیم و به دیگران بیاموزیم با حدی امکان. چقدر که امکان داریم، امکانی که ما امروز داریم شما را تعلیم داده ایستادیم و اینچنین شما هم امکان داشته باشید به فرزندان خود، به یار و دوستان خود آموزید انشاءالله، چون علم با تکرار کردن زیاد می شود. اینک این بود حدیث امروزه. به موضوع درس می گذاریم. موضوع درس امروزه ما قاعده اقلاب است، یعنی این دویم قاعده نون ساکن و تنوین. بار دیگر به شما می گویم که قاعده نون ساکن و تنوین، نون ساکن و تنوین 4 قاعده دارد. یکمش اظهار، آن حالتی که نان را رفشان خوانده می شود و ما با شما این درس را گذاشتیم و هم حرفای اظهار را دیروز به شما گذاشتیم، همزه ها، عین ها، غین خا. و امروز درس دویم اقلاب است. اقلاب قاعده دومی نون ساکن و تنوین می باشد. معنای کلمه اقلاب از کلمه قلبه، قلب، که تغییر یافتن، از کلمه تغییر یافتن است. اگر کلمه قلب را هم گیریم، قلب یعنی دل، این هم ریشه های همین کلمه ها یک است. که اقلاب و قلب ریشهش یک است، به معنای قلب تغییر یافتن، چون دل انسان هم تغییر می یابد. امروز چی را خواست فردا چی دیگر رو می خواهد، دائم در تغییر یابی است دل انسان. اینچنین این قاعده را به نام اقلاب گذاشتن که تغییر می یابد، یک حرف به حرف دیگر تغییر می یابد. برای خاطر دفتر روشکه برای همین قاعده ها رو نوشتن، آنچه که من میگم به خود مختصر کردن نمیسید. من مثلا اقلاب چیست؟ اقلاب معنای لغوی اقلاب این تغییر یافتن است. همین چیز رو نویسید تا چون انسان فراموش خاطر است. اگر شما نویسید بعد از درس او بخونید انشاءالله خوبتر میفهمید. یعنی معنای کلمه اقلاب، معنای لغویش این تغییر یافتن است و در اصطلاح تغییر یافتن یک حرف به حرف دیگر. یعنی اون معنی که در این علم آمده است، در علم تجوید، تغییر یافتن یک حرف به حرف دیگر. اگر شما کتاب را بینید، در کتاب چنین سوال آمده است: حرف‌های اقلاب چند تا و کدام است؟ جواب: 1 تا. حرف اقلاب تنها یک حرف میباشد، حرفی با. سوال: اقلاب چیست؟ جواب: نون ساکن و تنوین در وقتی که به حرف ب روبرو شدنش نون را پرتافته به جایش میم آورده خوانده می شود. یعنی که حرف نون به حرف میم تغییر مبدل می یابد. آواز خوب نام حاضر به شد، آواز بهتر شد. آواز نغز رفته ایستاده است. بهتر شد آواز.
یعنی تغییر یافتنی. علیکم السلام. ما درس را آغاز کردیم. بسم الله گوش بکنیم. تغییر یافتنی حرف نون به حرف میم، یعنی حرف نون به حرف میم تغییر می یابد. باری دیگر می گویم که فهمانتر شد. اگر بعد از نون ساکین یا تنوین ان این اون حرفی ب آید، حرفی ب آید، نون ساکین به حرفی میم مبدل می شود. به جای حرفی نون حرفی میم خوانده می شود. و اینک سوال اینجاست که آیا میم رفشن خوانده می شود یا که با غنه؟ البته با غنه، یعنی با دماغ خوانده می شود. میم رفشن خوانده نمی شود بلکه با دماغ خوانده می شود. مثال ها را می آورم ببینید. مثال ها اینجا هستند. بسم الله ببینید. من برادران، مثال یکم نوشته می شود من بعدی، خوانده می شود من بعدی، من بعدی، من بعدی. یعنی که میم رو روشن نمی خوانیم. من بعدی نه، من بعدی، من بعدی. مثال دیگر سمیع بصیر، سمیع بصیر، سمیع بصیر. چون شما اگر اعتبار دادید حرف میم را من با دماغ خواندم. اگر من چنین خوانم سمیع بصیر این خطا است. برای همین حرف میم را مقدار 2 حرکت داشته با دماغ میخوانیم، یعنی با غنه میخوانیم. سمیع بصیر. طرز درست خواندن این است. اگر شما سمیع بصیر خوانید این خطا است. مثال اول را میخوانم. من بعدی، من بعدی. اگر من میم بعدی خوانم خطا است، چون باید حرف میم را با دماغ خوانیم. مثال سیوم در سوره همزه لیونبذنه، لیونبذنه، لیونبذنه. من حرف نون آمد، بعد از حرف نون حرف ب آمد، این حرف نون را میم میخوانیم. به همین سبب لیونبذنه خوانده میشد. لیونبذنه، لیونبذنه. در قرآن اشاره هست. در وقتی که قاعده اقلاب می بیاد یک تا اشاره است. کدام اشاره؟ اگر شما دیده باشد چونین یک تا میم میده را در بالای حرف نون می نویسند. این اشاره های قرآنی است که برای آسان، برای فهمانتر شدن ما این را داخل کردن. ببینید اگر شما اعتبار داده باشد در قرآن چونین میم ها است، میم های میده در بالای نون. یعنی که این اشاره است که اینجا قاعده اقلاب است. اعتبار بدهید. سوره همزه هم در آیه 4 لیونبذنه،
در بالای حرف نون میم میده هست. اگر قرآن باشد کشاده. ببینید بعد از درس سوره همزه 4 آیت لا ینبذن فی الحطمه میم میده هست. اکنون به شما باری دیگر نشان میدهم طرز خواندن. یعنی در وقت خواندن چنین قاعده لبها چی خیل باید باشند. یعنی لبها باید برسند یا نرسند، یا که چه خیل بودن لبها رو به شما میگویم. لبها میرسند، لبها به یکدیگر میرسند لا یم، ولیکن سخت پخش نمی کنیم، چون سخت اگر لبها رو پخش کنیم حرف میم تشدید می شود، یعنی دو تا می شود. میم ما، این دیگر قاعده است. برای همین باری دیگر میگم که اعتبار دید که لبها میرسند ولیکن سخت پخش نمی کنیم. اگر سخت پخش کنیم حرف میم دو تا می شود، تشدید می شود. این قاعده دیگر است. چون این لا ینبذن در این حالت آواز به دماغ می براید. اگر بینی خود را محکم بکنید این را درک میکنید. ببینید تکرار بکنید تا که فهمید که هوا با دماغ می براید. تکرار بکنید برایم در این حالت حرف نون، حرف میم کمی با دماغ می براید. بزن لبها رو محکم میکنیم ولیکن پخش نمی کنیم، فقط محکم میکنیم ولیکن سخت پخش نمی کنیم. و در یک خیل کتاب ها آمده است که لبها رو تا آخر نمی رسانیم، کمی هم کشاده میمونیم هست به مقداری که یک ورق جای گیرد. ولیکن اکثر علم ها بر اینند که لبها رو محکم میکنیم، محکم کرده ولیکن پخش نمیکنیم. لینبذنه من بعد. به فکرم این قاعده رو فهمانیدم. باری دیگر مثال ها رو تکرار میکنم، از قفای من بخوانید تا که این بر شما فهمه و آسان شود. یکم من بعدی تکرار کنید. مثال دوم سمیع بصیر تکرار بکنید 3 مرتبه. تکرار کردید. و سوال و مثال سیوم لا ینبذنه. مثال سیوم رو تکرار کنید.
تکرار کردید؟ بله. سوره همزه 4 آیت را به شما تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة. اگر قرآن داشته باشید سوره همزه آیت 4 رو ببینید، این قاعده رو در قرآن ببینید و آن میمی با میم میده که در بالای نون اشاره کرده است این رو ببینید انشالله. و در کجایی که در قرآن وقتی که میخونید چونین میمی در کجایی که قرآن میخونید چونین میم میده را در روی حرف نون بینید، بدانید که این قاعده اقلاب است. چونین میم میده را در روی حرف نون، این یکی از اشاره های قرآنی می باشد که این را گذاشتم تا برای ما فهمانتر بشود. با همین درس امروزه را با آخر رسانیدیم. سوال ها عاید درس باشد مرحمت بدهید. به همه فهمو شد؟ اگر سوال باشد مرحمت بدهید سوال ها را. اسلام هدایت. سوال شما رو نفهمیدم چی. بار دیگر نویسید. از شما هم راضی باشد. سوال ها باشد مرحمت بدهید. عاید درس سوال ها هست است. درس به همه فهمو بود. خوب اگر فهمو باشد خوب، اگر کسی که نغز نفهمیده باشد میتواند سوال بدهد. مسئله پگاه افیر می شود یا نه انشاءالله اگر شود پیشکی خبر می دهیم، پیشکی اعلان می نویسیم، چون ما آن روزهایی که افیر نمی شد به ثبت کردن نوارها مشغول هستیم و دیروز 2 نوار ثبت کردیم. یکی آنها که تو هم از اهل قرآن باش حدیث 3 را ثبت کردیم. کسانی که تماشا نکردند مرحمت در آمده ببینید. و اینچنین درسی مختصری تجوید را درس یکمش را مختصر کرده ثبت کرده گذاشتیم. می توانید که از آنجا استفاده برید. اسلام هدایت وی پلکتندگی حرف پره مساوی نبود. کدام حرف؟ سوال شما فهمو نیست. سلام برادر، نماز شام تا چند وقت؟
نماز شام تا چند وقت دارد؟ برادر همین سوال خیلی دارد. برادری عزیز، وقتی نماز شام از غروب شدن آفتاب، یعنی که آفتاب غروب می شود، بعد از غروب آفتاب یک سرخی است، همون تا همون سرخی گم شدن، ناپدید شدن وقتی نماز شام است. تقریبا یک ساعت، بعد از یک ساعت 1 ساعت و 15 منوت وقتی نماز خفتن می دراید. و شما بهتر این که در کدام شهری که زندگی می کنید تقویم ها هست، در اینترنت هم هست، همان شهر را بیابید و ببینید که وقتی نماز خفتن کی می دراید. پیش از نماز خفتن در آمدن یک تقریبا 20-25 دقیقه نماز شام را خوانید می شود انشاءالله. یعنی بعد از غروب آفتاب تقریبا 1 ساعت یا کم و بیش زیاد وقتی نماز شام است. بله. و یک خیلی برادران در کامنتارها می نویسند که کانال های خوب ولیکن اعضایان کم هستند، برای چی؟ و در کانال های که کانال های بی‌معنی، کانال هایی که یعنی که موسیقی دارند، کانال هایی که فیلم های هر خیلی بی‌معنی است، اونجا بسیار چون چی گویم، شما هر یک شخص آن چی را که میکند همان را مییابد. چون شما خواستید که تعلیم اسلام بگیرید، دانش خود را بسیار بکنید، بفهمید، شما این کانال را یافتید. و آن شخصانی که میخواستند که موسیقی بیابند آن کانال ها را یافتند. و دویم سبب این که برادران ما، برادرانی که حافظ هستند، قاری هستند، برادرانی که علم اسلام دارند، کمی این نعمت ها را استفاده نمیبرند. برای همین همه برادرانی که علم دین دارند همشان را دعوت میکنم که تا کانال های خود را بکشایند و درس ها بگذارند، تا چون این زمان عصر 21 است، عصر اینترنت است، ما باید از این نعمت ها استفاده ببریم. این دویم سبب است که خود برادران کم مشغول هستند به این کار. باید انشاءالله بسیارتر شوند. یک سوال بیرون از در سوال ها مرحمت. السلام علیکم برادر، بخشش اکمل اسمتف. و علیکم السلام. سوال شما: مرد در پیش جوره هایش تگ شارتیک حق دارد گردد یا نه؟ عورت مرد از زیر ناف سر کرده تا زانو هست. اگر این شارتیک که گفتید این مقدار رو محکم بکند، از زیر ناف تا زانوها رو محکم بکند، زانوها هم داخل می شود، گشتن می تواند. اگر از این کلتتر باشد، کوتاه‌تر باشد، نمی تواند. چون عورت مرد از زیر ناف تا زانوها است. بعداً یک ماهی سوال مسلمان کتیوی: برادر، من اول قرآن می خواندم، بعد یک نفر به من گفت خطا می خوانی، برای همین حرفایی که نشان دادی میم معده بود، همان را نمی دانستم. من آیا گناهکار شدم که خطا کردم؟ نه. خطا خواندن، یک چیز را بدونید که انسانی که حرکت میکند بخواند و خطا میکند، و انسانی که هیچ نمیخواند و خطا نمیکند. برای همین با خطا خواندن، گرچند که با خطا میخوانید و حرکت میکنید که علم را آموزید، اصلاح کنید، این ثواب است. و اگر شما
خطا میخونید و خطاگی خود رو میدونید و در پی اصلاح نیستید، در اینجا گناه است. و شما که در پی اصلاح کردن خطاها هستید، درس میگیرید، از اینترنت استفاده میبرید، برای همین گناه نیست. ما درس پیشی اگر به یاد داشته باشید، حدیث رو بخوندیم که اگر کسی که قرآن رو با مهارت میخواند، درجه او با درجه فرشتگان برابر می شود. و اگر کسی که با لکنتی زبان و سختی با خطا قرآن رو میخواند، دو اجر، یعنی دو پاداش، دو ثواب دارد. برای همین خواهر عزیز، حرکت بکنید که خطاگی خود رو اصلاح بکنید، انشاءالله در این ثواب است. چون در کشودن قرآن و نظر کردن به قرآن این ثواب است، خواندنش با یک جای ایستد. چون که شما حرکت دارید این کار رو میکنید و بدانید که خطا آن کسی نمی کند که یگان کار را اجرا نمی کند. خطا کردن یکی از صفتهای انسان است که انسان بی خطا نیست. چون در حدیث می آید پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که همه کل بنی آدم خطایون، همه فرزندان آدم خطاکار هستند و بهترین آنها آن است که خطاگی خود را اصلاح می کند. نه، گناه نیست انشاءالله. با خطا هم خوانده باشید، چون در پی اصلاح بودید، گناه نیست است. بله، شما می توانید یعنی که در نشر کردن این نوارها را، نوارهایی که در کانال میگذاریم، با یار و دوستانتان، یعنی که پدیلیت کردن، کلاس ماندن، نشر کردن، با این کار شما می توانید دیگر انسانها را هم خبردار کنید. چون در حدیث می آید که دلالت کننده به کاری خیر ثواب میگیرد به مثل انجام دهنده این کار. یکی آن ثوابی که برای همین من در نوارها می نویسم که نوار به شما معقول شد، به دیگران برسانید تا در ثواب با ما شریک شوید. انشاءالله این ثواب است. و در این باره حدیث است پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند که دلالت کننده به کاری خیر با مانند عمل کننده آن است. یکی یک آدم عمل میکند ثواب میگیرد و شما دلالت میکنید به همین کار، اینه که یک کس را دعوت میکنید که از اینها بهره برد، به شما انشاءالله ثواب میرسد. درباره قرض چی گپ زنیم؟ هر یک عمل به نیت وابسته است. بله، هر یک عمل به نیت وابسته است. حدیث هست در این باره. در نماز قرض دلاباد میسونفه. سوال شما نافهم است. در نماز قرض قامت گفتن ممکن نفهمیدم سوال رو بار دیگر نویسید. اگر زن خودش را کلتک کنند اگر زن مویهایش رو کلتک کند گناه است، یعنی با قیچی بریدن. اگر به این یعنی که با یگان سبب باشد هیچ گپی ندارد. چون خود را به مرد مانند نکند، نه اینقدر کوتاه که مثل مردانه. اگر موی سر دراز باشد و کمی کوتاه کند، هیچ گپ ندارد. یک سوال اسلام این آرامی است. سوال شما: آدمی که بر صورت کس نظر کرده مسخره کند
از نظر اسلام چی میگوید شما؟ دوستان عزیز، به این سوال جواب میدهم. گوش بکنید، به نهایت سوال خوب است. اگر شخصی به صورت انسان دیده مسخره کرد، یعنی گفت که قدش پست یا صورتش بیزیب یا سیاه یا سفید یا دیگر، بداند که این انسان نه تنها مسخره کرد و این شخص را ناراحت کرد، بلکه خدای این شخص را هم ناراحت کرد. چون در اختیار صورت ما، آن صورتی که ما داریم، خداوند این را اختیار کرد، بر ما داد. برای همین این شخص مسخره کرده است خلق کردن خداوند را، به مانند اینکه خداوند نتوانست آن را در صورت خوشرو خلق بکند، در صورت زیبا خلق بکند. این شخص نه تنها مسخره کرد این شخص را، بلکه مسخره کرد خلق کردن خداوند را. چون خود این شخص یک پشه را نمیتواند خلق بکند، باز بر این نظر نکرده مسخره میکند خلقیت خداوند را. چون هر یک صورتی که انسان دارد، هر یک شکلی که انسان دارد، این اختیار خداوند است. و روز قیامت از ما پرسیده نمیشد که برای چی قدت پست بود، برای چی قدت بلند بود، برای چی سیاه بودی، سفید بودی. این سوال ها نمیشن. برای چی؟ برای خاطر که این اختیار خداوند است. برای همین هر وقت که کسی رو میبینید، اگر گرچند که بر شما صورتش معقول نشود، شما هیچ وقت مسخره نکنید. اگر شما مسخره کردید، بدونید که شما مسخره کردید خلق کردن خداوند را. نه تنها انسان را، آن آدم را شما ناراحت کردید، بلکه خداوند را هم ناراحت میکنید با چنین سخنانتان. استاد درباره همین مهربان خوجایف درباره حرف‌های حمزه ها، عین ها، غین خا یک مثال می آوردید. مثال کوفوان احد. کوفوان احد در سوره اخلاص بعد از تنوین حمزه آمد، ما نونی که در تنوین است روشن می خونیم. کوفوان احد. یا که دیگر مسئله من خوف. من خوف بعد از حرف نون حرف خا آمد، برای همین حرف نون روشن خوانده می شود. من خوف. من خوف. مثال دیگر بعد از حرف نون حرف عین. من عندی. من عندی. مثال دیگر حرف حمزه بعد از تنوین این غاسقین اذا. غاسقین اذا، یعنی که نون حرف نون روشن خوانده می شود. و علیکم السلام گلکسی 7. الحمدلله ما خوب هستیم. گلکسی 7 شما اشتراکچی نوستید. اگر خبر داشته باشید ما درس های تجوید گذاشته ایستادیم. اگر حرف الفبای عرب رو خواندن توانید، مرحمت در درس های آینده اشتراک بکنید که تا قرآن خواندن خود را اصلاح بکنید. خداوند قبول بگرداند. بله روز. آمین آمین. سوال دیگر برادر، من یک ویدیو که در کانالم ماندم شما پرسیده بودم. کسانی که میخواهند که نوارهای ما را، نوارهای ویدیویی ما را از کانال ما گرفته به کانال خود بگذارند، بگذارید. به همه شما اجازت است.
ما بر این ضد نیستیم، چون تماشابین بسیار می شود، ثواب بسیار می شود، بسیار انسان ها خبردار می شوند. می توانید گرفته در کانال های خود بگذارید و فقط این که تغییر ندهید، یگان به تغییر مانید خوب می شود، یا که قسمش را نگیرید، کوتاه نکنید. سلام علیکم. در تکبیر نماز دست به گوش نرم گوش رساندن جایز است، ولی صدیقов موافق مذهب امام ابو حنیفه که علمای اهل حنفی به گوش رسیدن را اجازت میدهند. سوال آن برادر در نماز قصر یا قضایی قامت میگویم یا نه؟ به فکرم همین خیلی راست است. بله، اگر قصر در نماز قصر یا نماز قضایی قامت میگویم یا نه؟ بله، قامت گفته می شود. در نماز قصر که شما در سفر هستید و قامت گفته نماز را میخونید، و نمازهای قضایی را هم اگر شما یک چند نماز قضایی داشته باشید، می توانید یک بار از آن گفته و دیگر پیش از هر قضایی خواندن قامت گفته بخوانید. ایمان مجمل کدام است؟ اگر درس های درباره عقیده شود در این باره پرتر میفهمانیم، چون این درباره ایمان مجمل اینها درس های عقیدوی هستند و برای این فهماندن این کتاب را نظر کرده دیده گفتن لازم است. ولی در نماز قضا خواندن اول از آن را گوید گفتن. بله برادر، بهتر شما. آمین. اسلام هدایت. آمین. خداوند ثوابش را به همه ایمان رساند. و اگر دیده باشید در پاپکای ما هست آموزش قرآن، یعنی آموزش قرآن. در آنجا ما سوره ها را گذاشتیم که با تکرار شیخ منشوی میخواند و بعد از شیخ منشوی یک پسر بچه تکرار میکند. گوش بکنید و خطاگی خود را اصلاح میکنید. یعنی که با گوش کردن و تکرار کردن انشاءالله میتوانید خطاگی خود را اصلاح بکنید و این سوره ها را بگذارید به فرزندانتان. فرزندانی که میده هستند خواندن نمیتوانند، بگذارید گوش بکنند، چون آنها ذهن خوب دارند. یک چند مراتبه اگر گوش بدهند انشاءالله حفظ میکنند سوره ها را بی خطاگی. انسان مشرک بخشیده می شود یا نه؟ انسان مشرک اگر پیش از مرگ توبه کند، توبه صدقانه کند، انشاءالله بخشیده می شود و خداوند داناتر است. چون در آیت قرآن الله سبحانه و تعالی می گوید که ان الله، به درستی که خداوند همه گناهان را که توبه فرصت توبه کردن داشته باشد توبه کند بخشیده می شود و خداوند داناست. سلامت باشد. سلام کردن زن با مرد بیگانه گناه است، لیکن اگر مرد دستش را دراز کند ما باید چی کار کنیم؟ اگر سلام نکنیم آن شخص شرمگین می شود، می گوید که ایذای مؤمن حرام است. خواهر عزیز، سوال شما را بار دیگر می خوانم که زن با مرد بیگانه، بله، زن با مرد بیگانه سلام کردن گناه است. هر وقتی که مردی که به شما دست دراز می‌کند شما بدانید که در اینجا دو عمل است. در اینجا
اینه که یکم این که یا که شما گپی پیامبر رو میگیرید یا که گپی آن مرد رو میگیرید. کدام آنها به شما عزیزترند؟ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم با زنها با دست سلام نکرد، فقط با سخن سلام کرد. اگر شما این مرد را از پیامبر بالا دانید و بخواهید که وی غمگین نشود، شرمگین نشود، سلام بکنید، دانید که این گناه است. شما به گناه دست زدید، چون این کار من کرده است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند که بر مرد اگر میخ آهنین در سرش بکوبند بهتر است که با یک زنی بیگانه برسد. به همین سبب این حدیث رو به آنها آموزید، چون آنها شاید نمیدونند در همین حالت غمگین میشن یا که خفه میشوند. این حدیث رو به آنها آموزید، بگویید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر مرد با زنی نامحرم برسد، با زنی بیگانه، بدانند که کوفتن میخ در سر او بهتر است تا آنکه برسد به مرد بیگانه. این حدیث ها را بگویید. به همین سبب خواهر، امر الله و پیامبرش از امرهای همه دیگر انسان ها بالاتر است. اگر مرد به شما دست را دراز کرد، شما دست را در بند دل مانده و علیکم السلام گویید و فهمونید که ممکن نیست، چون این خداوند این را منع کرده است و پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست. و اگر با آن فهمونید که این گناه است، انشالله میفهمد. بگذار شرمگین شود یا که خفه شود. بله می توانید این نوارها گرفته بمانید. سوال: از دوشنبه به کلوب رویم نماز قصر میخونیم یا نه؟ از دوشنبه به کلوب رویم نماز را قصر میخونیم یا نه؟ مسافه بین دوشنبه و کلوب چقدر باشد؟ اگر از 100 متر زیاد باشد و شما این نیت را دارید که به کلوب رفته از 15 روز کمتر ایستاده باز میگردید، شما هم در راه قصر میخوانید و هم مقداری که در کلوب بودید، مقداری تا اگر نیتتان باشد که از 15 روز کم ایستید، همان روزها هم شما قصر میخونید. اگر نیت دارید که وقتی که به کلوب می روید و از 15 روز زیاد می ایستید، یعنی که 1 ماه می ایستید، 20 روز می ایستید، شما نمازهای راه را قصر می خونید و وقتی که به شهر در آمدید، شهر را رسیدید، نمازهای شهر را پوره می خونید. مشرک کی را می گویند؟ مشرک این شخصی که به خداوند شریک می آورد. یعنی ما مسلمان ها خداوند الله سبحانه و تعالی یک و یگانه می دانیم و مشرکان این به مانند مشرکان مکه، که مشرکان مکه، ابو لهب، ابو جهل و دیگران، آنها انکار نمی کردند خدا را. آنها می گفتند که خدا هست، ولکن آنها شرک می آوردند، شریک می آوردند به خدا بت‌های خدا را. می گفتند که این بت‌های ما را به خدا نزدیک می کند. به همین سبب آنها مشرک حساب می شوند. که به خداوند شریک آوردن از کلمه شریک است. نماز قضایی را 6 تا خواندن ممکن؟ نماز قضایی را 6 تا خواندن ممکنه؟ نماز قضایی را خیسته بخوانید، چون قیام در نماز فرض است و اگر انسان بیمار باشد راست ایستادن نتواند، 6 تا میخواند. اگر صحت و سلامت باشد خیسته باید بخواند. برادر نماز قصر را چه خیل تیماس جواب دید؟ دیم سفر را به فکرم سفر
م- م- نماز قصر. نماز قصر چنین خوانده می شود: 4 رکعت فرض به 2 رکعت تغییر می یابد. مثال: 4 رکعت نماز فرض پیشین، وقتی که شما قصر می خوانید در سفر هستید 2 رکعت نیت کرده می خوانید. 4 رکعت نماز عصر را 2 رکعت نیت کرده می خوانید. 4 رکعت نماز فرض نماز خفتن را 2 رکعت نماز قصد خفتن گفته می خوانید و نماز بامداد 2 رکعت فرض را می خوانید. قصر نمیشد، چون فقط نمازهای 4 رکعته و 2 رکعت قصر میشن. و اینچنین نماز شام که 3 رکعت است 3 رکعت را می خوانید، نماز شام هم قصر نمیشد. منظور از قبول داشتن پیامبر چیست؟ از قبول داشتن پیامبر یعنی که پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم قبول داشتن، این باور کردن به دین اسلام است، این عمل کردن به دین اسلام است، این پیروی محمد صلی الله علیه وسلم بودن است، پیروی سنت ها کردن است. صدف محمد، اگر شما بله، اسلام این آرامی است. نه کم. بله، وقتی که مرد دستش رو دراز بکرد شما دراز نکنید، چون در اینجا کاری گناه هست. اگر شما دست دراز بکنید گناه هست. شما دست را به پیش خود گذاشته و علیکم السلام گوید و فهمانید که ممکن نیست این کار را انجام دادن. فهمانید، انشالله انسان ها میفهمند. چرا خودی پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی را نمی نوشت؟ ما میدونیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم امی بود، یعنی شخصی که خواندن و نوشتن نمی توانست. سلام. زنهای زنهای غیر دین را به نکاح در آوردن و بعد از نکاح بی ستر گشتن آنها مرد گناه کار می شود یا نه؟ والله اعلم، خداوند داناتر است. اکر جان، نماز قصر و مثال شام 5 رکعت است، چند رکعت بخوانیم؟ اسلام این آرامی است. قصر فقط نمازهای فرض می شوند، یعنی که 4 رکعت نماز فرض به 2 رکعت قصر خوانده می شود. اون نمازی که 3 رکعت است نماز شام 3 رکعت می ایستد و سنت ها در سفر خوانده نمی شوند. اگر وقت داشته باشید می توانید بخوانید و اگر وقت نباشد می توانید سنت ها را نخوانید. قصر فقط نمازهای فرضی می شوند. اشکی مسلم، حضرت جان شما در کدام شهر زندگی دارید؟ ما در جمهوری تتارستان هستیم. اگر دارید روسیه، روسیه و تتارستان هم از روسیه است. نماز قصر چیست؟ یعنی چه خیلی نماز است؟ نماز قصر آن نماز را گویند که وقتی که انسان به سفر می براید نمازهای فرضی را 4 رکعت نمازهای فرضی را قصر، یعنی که کوتاه کرده می خواند. 4 رکعت فرض بود 2 رکعت فرض می خواند. این را نماز قصر می گویند. این فقط در سفر و برای مسافران است.
سحر رفته بیگاه گشته آمدیم قصر میخوانیم یعنی. بله وقتی که سحر میروید و بیگاه میگردید مسافه از 100 کیلومتر زیاد باشد، شما هم نمازهایی که در راه است و هم نمازهایی که در شهر بودید آنها را همش را قصر میخوانید. سوال دیگر، نماز قصر از جانب الله سبک کرده شده است یعنی کم کرده. بله نماز قصر یعنی که 4 رکعت نماز برای خاطری که مسافر به سفر میبراید به او سبک کرده شده است که به جای 4 رکعت فرض 2 رکعت میخواند. سلام باشه. بله از 100 کیلومتر زیاد باشد نماز را قصر میخونید. سوال، اکا بعضی مردهای به ایمان زنهایشان را مجبور میکنند که سطر نکنند، روزه نگیرند یا کارهای غیر دین را فرمان میتیند، باید آن زنهای بیچاره چی کار کنند؟ این زنهای بیچاره باید سخن خدا را از سخن شوهر بالا بدارند و شوهر را هم وقت آگاه کنند که بدون که آن عملی که آن امری که تو داده ایستاده بر ضد امر الله است، از خدا بترس و اینچنین در حقش دعا کنند که تا خداوند هدایت کند آن مردها را، چون آن مردم انسان است و قلب دارد و ما گفتیم که قلب این معنای عوض شدن، تغییر یافتن است. انشاءالله قلب اگر با خوبی با دعوت کنند انشاءالله آنها را میفهمند و میفهمند که این امرهای خداوند است. نماز ویتر، سوال دیگر، نماز ویتر را از چند تا چند رکعت خواندن ممکن و در کدام وقت خواندن بهتر است برادر؟ نماز ویتر 3 رکعت خوانده می شود عادتا بعد از نماز خفتن. اگر شما نیت دارید که بعد از نماز خفتن شب خیستر نماز تهجد می خوانید، خوبتر است که بعد از نماز تهجد آن را بخوانید. درس های انشالله درس های دویم و سوم را تیار کنیم میپرتیم انشالله. زنهای غیر دین را به نکاح در آوردن جایز است یا نه؟ پورتر فهمونید برادر. زنهای غیر دین را اگر چون زنهای غیر دین اگر نصرانی و یهودی نباشند اجازت نیست و نصرانی یهودی ها را هم پیش علما اجازت میدادند و حاضر علما اجازت نداده ایستادند، چون یهودی و نصرانی های امروزه از یهودی و نصرانی های پیشی فرق میکنند، چون یهودی و نصرانی زنهای امروزه به دینهای خود عمل نمیکنند. آنها به همه کارهای فحشی که امروز پهن شده است بر این کارها را انجام میدن. به همین سبب بهتر است که زنی مسلمان یابید، چون زنهای مسلمان به نهایت بسیار هستند و وقتی که شما بر یک زن یهودی یا نصرانی ازدواج میکنید بدونید که یک خواهر مسلمانی شما به شوهر میماند. به همین سبب بهتر و خوبتر است که زنهای اسلامی را یابید، چون بسیار خواهرها هستند، چون ما میدونیم که تعداد خواهرای به شوهر بسیار است. بهتر این که از آنها بگیرید و چون در آینده وقتی که شما اختیار زن میکنید یک چیز را فراموش نکنید. وقتی که شما اختیاری زن میکنید شما بدونید که اختیاری مادری فرزند ایستاده اید. این را به نهایت باید اهمیت داشت، چون شما وقتی که زن میگیرید شما باید بدونید که شما برای فرزندانتان مادر
کوفته ایستادید. برای همین بهترش رو بگیرید، خوبترش رو بگیرید تا مادری خوب شود تا فرزندان شما را تربیت بکنند. ولی صدیق فهما شد اگر شما زن نگرفته باشید به شما توصیه میدم که خواهرای اسلامی را بکاوید، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که مردها در اختیار زن به 4 چیز نظر میکنند: یکم به حسن و جمال، به مال، به نسبیت و چهارم بر دین. و گفتند که کسی که دیندارش را اختیار کند اینه که موفق میگردد، چون حسن و جمال و پول و مال و نسب همش از بین می رود و تنها دین است که انسان را که در این دنیا و در آخرت خوشبخت می‌گرداند. ولی صدیق فهما شد برادر اگر نیتی زن گرفتن داشته باشید از مسلمان ها بگیرید. اسلام این راه آرامی است. برادر جان، من خواب دیدم که با حضرت عمر ابن خطاب خداوند از او راضی باد سلام کردند. چه معنی دارد؟ 2 شب همین خواب را دیدم. برادر راستی من تعبیر خوب را نمیدونم. انشاءالله یک فکری خوب کنید، باید که انشاءالله خوبی است که با یک عمر، با یک خلیفه مسلمانان واخوردن. انشاءالله خیر است، خوب است. خداوند عدالت عمر رو به شما هم نصیب بگرداند. برادر در مورد نماز نفل میفهموندید، یعنی اگر قضایی داشته باشی هم قضایی خونی و نفل خونی در همه نمازها قبول می شود. در همه نماز قبول می شود و نمی شود تنها الله می داند و این به نیت هر یک ما وابسته است. ولیکن اگر قضا داشته باشید بهترش که نماز قضایی رو بخوانید، بعد از آن نفل بخوانید، چون قضا این قرض دار بودن شماست و نفل این زیادتی داشتن. برای همین بهتر اول قرض خود را پوشانده بعد از این زیادتی بخوانید، نفل بخوانید. نماز تهجد 2 رکعت خوانیم یا 4 رکعت، کدامش بهتر است؟ نماز تهجد می شود که 2 رکعت بخوانید، می شود 4 رکعت بخوانید. در مهربان حجیف استاد درباره 2 زبر، 2 زیر و 2 پیش یک مثال می آورید. 2 زبر ان، 2 زیر این، 2 پیش اون. ان، این، اون. اینها را تنوین هم می گویند. تنوین ان، تنوین این، تنوین اون. آمین آمین. ولی صدیق توی که می شود، در توی فراموش نکنید، در نکاح فراموش نکنید ما را گفتم. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم، چون هم به سوالهای درس جواب گفتیم و هم به سوالهای بیرون از درس و 1 ساعت زیاد هم شد. وقتی جدا کرده ما به آخر رسید. در آخر به همه شما موفقیت، به همه شما بردباری، خوشبختی این دنیا و آخرت را خواهش میکنم. وظیفه خانگی را فراموش نکنید.
وظیفه خانگی شما قاعده امروز گذشته را خواندن، از خود کردن و حرف ب تنها یک حرف است. این حرف را در یاد بدارید که قاعده حرف اقلاب 1 تا حرف دارد و خواندن حرف میم باغونه را فراموش نکنید که چی طور خوانده می شود. اینکه با دماغ کمی داشته میم بعدی خوانده می شود. این بود وظیفه خانگی به هر یکی شما. در ما ساعت 10 شد. بله 10 شد. آمین. شما هم در پناه الله باشید. به همین درس رو به آخر میرسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم واكرمنا بنور العلم والفهم برحمتك يا ارحم الراحمين.